منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، با قسمت دیگری و موضوع دیگری از سری برنامه‌های عقیده اسلامی در خدمت شما هستیم. این بار موضوعی بسیار جالب و دوست داشتنی است: محبت الله متعال، که امیدوارم خداوند قلب من و شما را و همه مؤمنان را سرشار از محبت واقعی و دوستی حقیقی خودش بگرداند. به راستی که الله متعال را دوست داشتن و محبت ذات متعال و کبریای او را در دل نشاندن چقدر لذت دارد و چقدر به انسان نشاط میبخشد، چقدر به انسان روح و معنویت میبخشد. امیدوارم که مرا و شما را الله محبوبمون از این نعمت عظیم محروم نگرداند. الله متعال در سوره توبه آیه 24 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو ای پیامبر، اگر پدران شما و فرزندان شما و برادران شما و همسران شما و قوم و قبیله شما و مالی که یا مالهایی که جمع کردید و سرهم کرده اید و تجارتی که از کساد شدن آن میترسید و خانه‌هایی که آن را دوست دارید، همه اینها اگر در نزد شما احب الیکم، محبوب تر در نزد شما باشد، من الله، از الله، و رسوله، و از رسول خدا، و جهاد فی سبیله، و از جهاد در راه الله، فتربصوا، پس منتظر باشید، ای حتی یأتی الله بامره، که امر خداوند، عذاب خداوند به شما برسد. و الله هدایت نمی کند قوم فاسق را. محبت الله متعال جزو ایمان است. نمی شود که انسان ادعای ایمان داشته باشد ولی محبت الله
در قلبش نباشد. ایمان خودش از ما میخواهد که باید الله رو دوست داشته باشیم، الله متعال و ذوالجلال را از ته دل و از اعماق قلبمان دوست داشته باشیم و هزینه این دوستی را بپردازیم. مسلماً محبت خدا و دوستی الله هزینه دارد، باید این هزینه را پرداخت، باید از همه چیز خود در راه الله گذشت، چرا که ما در واقع از خود اختیاری نداریم. جان و مال ما در این آیه کریمه که به شکل تهدید آمد، در آیه دیگری الله متعال همین مطلب را به شکل ترغیب و بشارت بیان می کند و به ما خبر می دهد که شما جان و مال خود را به الله فروخته اید. شما از خود چیزی ندارید، از خود اختیاری ندارید. کالای ارزشمندی را شما خریده اید و در عوض جان و مال خود را به الله فروخته اید. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. شما جان و مال خود را به الله فروخته اید. در عوض چی؟ در عوض بهشت، در عوض جنت، در عوض نعمتهای بی پایان الله در بهشت. آری سخن از محبت الله و رسول او سخن از یک واجب عینی و از لوازم و ضروریات ایمان است که هر مسلمان برای تحقق آن باید تلاش کند. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. هیچ کس از شما مؤمن کامل نمی شود تا کی؟ تا زمانی که من، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در نزد او از فرزندش و از پدرش و از تمام مردم محبوب تر نباشد. محبت الله و محبت رسول الله مستلزم این است که ما باید الله را و رسول خدا را از همه چیزمان بیشتر دوست داشته باشیم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمودند: ای رسول خدا، من شما را از همه چیز بیشتر دوست دارم، ولی جان خودم. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که نه عمر، ایمان کامل نمی شود تا وقتی که مرا از همه چیز، حتی از خود، بیشتر دوست نداشته باشید. حضرت عمر فرمود: بله، الان ای رسول خدا، شما را از خودم هم بیشتر دوست دارم. این ایمان صادقانه صحابه رسول الله بود که انعکاس محبت آن در کردار اونها و در زندگی اونها متجلی بود. این محبت خدا بود که اونها را به میدانها میکشانید و در برابر پدر و قوم و خیش شمشیر میکشیدند. حب فی الله و بغض فی الله همین است. فقط به خاطر الله دوست داشتن و به خاطر الله بغض ورزیدن. این محبت الله است، محبت خداست که انسان را وادار می کند که
همه چیز و همه داشته های خود را در راه خدا قربان کند. در حدیث صحیح پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند: ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان. سه چیز است که انسان اگر این سه چیز را داشته باشد حلاوت و شیرینی ایمان را میچشد. اولینش این است که ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. الله و رسول الله را، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را از همه چیز بیشتر دوست داشته باشد. و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. مورد دوم هم باز درباره محبت است که اگر غیر از الله و رسول الله کسی دیگری را هم شما دوست دارید، باز هم این دوستی فقط باید برای الله باشد، به خاطر خدا باشد. برای همین است که یکی از پاداش‌های دوستی برای خدا این است که در روز قیامت ندا می شود: این المتحابون فی. کجا هستند کسانی که به خاطر من یکدیگر را دوست می داشتند؟ به خاطر الله. این بسیار مهم است و مستلزم دوستی و محبت الله این است که انسان از الله اطاعت کند، از رسول خدا اطاعت کند. عبدالله بن مبارک، عالم زاهد و مجاهد رحمت الله علیه، می‌فرماید: تعصی الاله و انت تظهر حبه هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع. ادعای محبت الله را میکنی اما نافرمانی او را میکنی. چگونه ممکن است تو الله را دوست داشته باشی، خدا را دوست داشته باشی، اما نافرمانی او را بکنی، گناه کنی، حکم او را بشکنی؟ اگر دوستی تو صادق می بود از او اطاعت می کردی، زیرا که محب برای کسی که او را دوست دارد فرمان بردار است. و در حدیث قدسی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که الله متعال فرمودن: من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب. پاداش محبت و دوستی الله این است که الله هر کسی با دوستانش دشمنی کند با اون اعلان جنگ میکند. چه افتخاری بزرگتر از این و چه ثروت و سرمایه‌ای بالاتر از این. امیدواریم که خداوند همه من و شما را جزو دوستان واقعی خودش بگرداند و دوستی ما را در بین یکدیگر اهل ایمان دوستی واقعی و فی الله بگرداند. سروران گرامی، تا جلسه دیگر و موضوع دیگر همه شما را به الله محبوب و دوست داشتنی میسپارم. خداوند یار و نگهدار. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت.